استروک چیست و هر استروکی مناسب چه کاریه؟ قسمت 20 آموزش تتو روی پوست واقعی. به میزان دوران سوزن، میزانی که سوزن میره و میاد رو بهش میگن استروک. کمترین استروک از 2 شروع میشه، 2 4 2 8 3 و 3 3 و 7 4 و 2. غالبا دستگاه‌های تتو در حال حاضر استروکشون ثابته، مثل این اینجکتای من که استروکش 3.5 هست. اون قسمت داخل رو اگر عوض بکنیم میتونیم استروکش رو تغییر بدیم، استروک 4 4.5 5، هر استروکی که لازم داشته باشیم. هر استروک مناسب چه کاریه؟ شورت استروک یا استروک کوتاه ما که از همون 2 2.5 مناسب برای کار گریباشه بچه ها، به شما سایه های خیلی نرمی میده. میدیوم استروک که خیلی مناسبه و پیشنهاد میشه برای آرتیست هایی که تازه کارشون رو شروع کردن. من خودم شخصا برای کالر پکینگ و کالر میکسینگ و کار رنگم از استروک میدیوم استفاده کنم، استروک بین 3 تا 3.5. لانگ استروک یا استروک یا بیشترین استروک ما که میشه استروک 4 و 5 بسیار مناسبه برای لاین زدن. برای پر کردن با اموان هم میتونین ازش استفاده بکنین به خاطر قدرت تزریق جوهری.